سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران عزیز، من هستم آسیا عزیز و همون خواهر این ولیدی که نمی زیادی برادران مرا میشناسن. منت دارم که مرا دستگیری میکنن و از احوال من با خبر میشون. برادران عزیز، شما مراجعت من برای شما است. من شما خواهش میکنم که به من کمک رسونید. من طول 3-4 روز در شهر یکترینبورگ قرار دارم. چند جا که کوارتیرم میپرسم، یک کس به دادم نمیرسه، یک کس کمکم نمیکنه. من پیش آمدنم در کانال سلام تیجی اکای باگجام پخش کرده بودم برای آمدنم. من ندارم از اون اکایم که از احوال من میپرسن، جستجو کرده ایستادن کوارتیره. برادران، من میخوام رنگ شما باشم، من میخوام رنگ خواهران شما را گردم. من 4 روز شده اینجا آمده ایستادم، لیکن من دیر شده است. برادران، کنی و برادرانی که با من در افیرو صحبت میکردم با من سنگ میزدن، میگفتن تو را دستگیری میکنن. امروز آمدم 3 روز شد در همین جمع، یک کس به سراغم نمیبراید که خواهر تو اومدی، ما تو در کوارتیر میامیم. همین قدر گفتم که تو بیا، ما تو را کوارتیر میامیم. اینا من آمدم با کمک شمایان برادرها با بلغی که شما به من کمک کرده بودین. اینا آمدم امروز شما مرا دست نمیکنه. من فهم برادر جانو، خودتان بچه من تصور کنه. التماس میکنم به من کمک خودتان رسانه. من در یک خانه یک زن هستم که یک کوارتیر داره، 2 فرزند داره. بیچاره خودش در کخنه با 2 فرزندش خواب است. ما رو در اینجا جا کردگیه. منم شهر میدارم، منم چنین خفا مونده است. برادر جانو، منم بفهمید، منم دستگیری کنه. خواهش میکنم من شما التماس میکنم برادران، همین ویدیو مرا در کانالتان پخش کنین که تا دیگران ببینن کوارتیر یا مرا گلچه نمدامم دیم. برادر جانو، خواهش میکنم من شما باقی در امان خدا باشین. خدا من نگهبانتون. من بدم همون خواهره که این ولیدی که در اینترنت مرا دیدگی. من رقمای تلفن نمره ایمو من میمونم. التماس هیفتیم به من زنگ زنید که همون برادرانی که در افیرو قدیما صحبت میکنیم. برادر جانم، اینا امروز من آمدم، چرا امروز به من دادم وفا نمیکنین؟ باقی در امان خدا باشین. همون نمره ایموی من است در تاجیکستان بود. هم رقمای دستی هم رو درسته او رو میمونم، هم رقم ایمایی که در تاجیکستان بودم او رو هم میمونم. باقی در امان خدا باشین. خداوند نگهبان تو.